خب ما الان تو قله کاسونک هستیم. ارتفاع 3670 50. حالا میزنم نه 3650 پشت سرمون پیرزن. حالا من پشت به آفتاب بستدم. ساعت 9:43 دقیقه. ما 7:40 دقیقه از گردنه حرکت کردیم در ارتفاع 3150 متر و 5 دقیقه کمتر از 2 ساعت رسیدیم به قله. پشت سر که شاعر میفهمد پشت سر جهنمه، ولی خب اینجا این روبرویی که ما میبینیم قله پیرزن کلوم هست، سمت چپش مهرچال و این هم گردنه بین مهرچال و آتشکو، قله آتشکو، سیاهلط و ریزان و ادامه خط الرأس ریزان. خب این قله رو اسمش رو نمیدونم چیه، فکر کنم اسمش کافره بود. و در دوردست قله دماوند، امیدوارم که دیده بشه. خب از این طرف ما بیاییم دره شمال قله رو نگاه کنیم. این یالیه که ما ازش اومدیم. گردنه‌ای که صحبتش شد اینجاست. اون جاده هایی که اون پشت سر اون جاده ادامهش میاد روی ما. از این خط الرأس به این شکل اومدیم، از کنار سگمگ و نمیدونم این گله های گوسفند پایین رد شدیم تا نهایتا با شیب تندی که الان میبینید به قله رسیدیم. این طرف روستای گرمابدر، بالا سرش قله های خرسنگ و گیزنو دیده میشه.